اداره زاکس افزای شهر لیوبرسی ولایت مسکو خبر داد که طی 10 ماه سال 2023 در این منطقه به کودکان نوزاد از همه بیشتر نام محمد را دادند. مقاله تحت عنوان نام از همه معروف پسران در لیوبرسی در سال 2023 محمد بود روز 19 نوامبر سال 2023 در صحیفه رسمی ماموریت حفظه شهر لیوبرسی نشر شد، ولی خیلی زود از سامانه گرفته شد و حالا تنها در بایگانی اینترنت باقی مانده است. چنین به نظر می رسد که در ماموریت لیوبرسی به خلاصه اومدن که این خبر با جوی فعلا حاکم شده بر فضای روسیه که رنگ و آهنگ آشکارای ضد مهاجران را دارد چندان سازگار نیست. در هر صورت طوری از جدولهای نشر کرده زاکس لیوبرسی در حاشیه آن مقاله کور کرده شده برمی آید طی ماه ینور اکتبر سال 2023 در شهر لیوبرسی و اطراف آن به 202 طفل نوزاد نام پیامبر اسلام محمد داده شده است. در زینه دوم ارتیوم می آید که امسال شمارهشان در لیوبرسی 114 نفر دیگر افزوده است. به 72 کودک در لیوبرسی امسال الکساندر و به 32 تن دیگر متوی نام دادند. در بین نام‌های دخترانه در جای اول انستاسیا می آید. طی ماه‌های ینور اکتبر سال 2023 در لیوبرسی 174 طفل نوزاد را چنین نام ریشش یونانی گذاشتند. اما جای دوم و سوم را در این چمپیونات نام‌های دخترانه نام‌های مسلمانی فاطمه و بیبی سارا اشغال کردند. امسال در لیوبرسی 91 دختر نوزاد را فاطمه و 88 نفر را بیبی سارا نام کردند. و اگر فاطمه نام دختر پیامبر اسلام محمد و همسر علی برادرزاده و یکی از نخستین یاران پیامبر در بین همه خلقای مسلمانان معروف و رایج باشد، نام بیبی سارا محض در چنین ترکیب یعنی بیبی سارا بیشتر در بین تاجیک‌ها رایج است. امسال در گوشه ولایت مسکو 62 دختر نوزاد را آنا و 44 کودک دیگر را ماریا نام دادند. به دنبال آنها در جای ششم زینب می آید که 32 پدر و مادر دختر خود را امسال چنین نام دادند و هفتگانه معروفترین نام‌های دخترانه در لیوبرسی نام مسیحی الیزابتا حسنی انجام می بخشد. در آن مقاله بعداً از سامانه گرفته شده زاکس لیوبرسی گفته می شود که مهاجران به یک جزء اساسی افزایش اهالی در ولایت مسکو تبدیل یافتند. ساکنان محلی ولایت‌ها خیلی کم در کم بیش از یک فرزند به دنیا می آورند. ولایت مسکو هم چنین از لحاظ شماره ابورت نیز پیش صف است. در عائله‌های مسلمانی باشد وضعیت برعکس است. هر عائله به حساب میانه از 2 تا 6 فرزند دارد. بیش از نصف مهاجران کوری در ولایت مسکو الکی به دلیل در روسیه تولد شدن فرزندانشان شهروندی روسیه را به دست آوردند. گفته می شود در آن مقاله مؤلف همچنین از والی ولایت مسکو اندری ورابیوف نقل قول کرده است که گفته بود تنها با شرافت آمدن مهاجران کوری از کشورهای به ما دوست آسیاییانه ما می توانیم به ساکنان خدمت‌های با صفت کمونالی یا ژکخ برسانیم، نقشه ساختمان منزل و صنعتی و حربی را اجرا کنیم. محدود کردن مهاجرت کوری از لحاظ اقتصادی حتی امکان ندارد.